خواهش برای من متولد 6 مهر 1329 هستم و عرض حضورتون از حدوداً 10 سالگی، چون پدر من در ژاندارمری، من تو گروهان ژاندارمری فرمانده اونجا بود، از توی استانهای مختلف، سیستان، بلوچستان، زابل، خراسان جنوبی و بیرجند، همینطوری که الان جنوبی شده و کل خراسان اونجا مأموریت داشت. ما 3 برادر و 1 خواهر توی هر کدوم توی یه شهر به دنیا اومدیم، شهرهای خراسان که محل مأموریت. من در تربت ایدریه به دنیا اومدم، در کاشمر و نمیدونم مشهد و بوجنورد، و بعدم تا سن 12-13 سالگی در سبزوار تحصیلاتم هم اونجا بود و بعد از اونم 14 سالگی اومدم تهران دیگه موندم. در سبزوار که بودم فوتبال بازی میکردم، عضو تیم فوتبال شهرستان بودم در مسابقات آموزشگاه‌های خراسان. اون زمان در سال فکر میکنم 44 و 5 اینا بود که من عضو تیم فوتبالشون با این قد کوتاه هم دروازه‌بان بودم. پس معلومه پرش‌های بلندی داشتی. پرش هم بلند بود، جهش هم بلند، ولی قدم کوتاه. به هر حال بعد حتی توی مسابقاتم اونجا برگزار شد که من البته رزرو تیم بودم، ولی خب یه دونه بازی هم داشت. بعد از اون من در همون زمان تابستون همش توی سرخ بودم، یه باشگاهی داشتیم به نام باشگاه پهلوی بود. ما میرفتم اونجا و تابستون همیشه فقط هم تابستون آب داشت چون سرپوشیدگی نداشتیم. بعد بوکس رو دوست داشتم رفتم، ولی اونجا کم چیز بود. مسابقه گذاشتن، دیدیم ما وزن من هیچکی نبود. یکی از دوستان خودم بچه محلمون بود. اینو چند جلسه باش کار کردم، یادش دادم بیا وایسا که مثلا یک کسی هم باشه که مسابقه بدیم. آقا اومدیم، منم دماغ بینیم استخوانی، اومدیم و عرض بزرگتون اونجا به قول کاراته حاجیمه داور اعلام شروع کرد و همینطور که داشتیم کار میکردیم منم خب آقا این همینطوری مشت و برداشت و بدون صاف گذاشت وسط بینیم. آقا دماغ شکست خونه که من اونجا دیدم که این هیچ وقت برای من نمیتونه بوکس. خیلی هم دوست داشتم، خیلی هم کمک کردم. به زمانی بوکس تعطیل بود تو باشگاه خودمون گفتم بیایم وایس کار بکن و اونجا عوض کردم. بعد که اومدم. چند سالتون بود اون موقع؟ حدوداً فکر میکنم 15 سال. 15 سال. فکر میکنم 15 سال. دقیقاً چیزا حدوداً حالا با یکم بعد یا 14 یا 15 بود. بعد دیگه اومدیم تهران که من با کاراته آشنا شدم. کاراته رو البته فوتبالم که گفتم که چیز میکردیم. بعد اومدیم تهران. در تهران عرض حضورتون یه تیم فوتبال درست کردیم به نام سانتوس. من خودم اصلا چیزش بودم. در منطقه غرب دبیرستان دکتر هوشیار میرفتم اونجا. در منطقه غرب تهران زمین تا بخواین زمین بود. تمام این ساختمونا بیلدینگ هایی که الان هست همه خاکی بود. اونجا زمین زاویه میگفتیم، زمین 4 دیواری میگفتیم، میرفتیم تو اونا فوتبال بازی میکردیم. بعد از اون با کاراته که از دوستانم به نام آقای نوروزی رفته بود باشگاه آتش نشانی، اونجا کاراته، اونجا استاد ماشینچیان تدریس میکرد. بعد این هیچی هم نمیگفت، خیلی مرموز بود. بالاخره من فهمیدم که این میگه چیه و یه دفعه یه اتفاقی افتاده بود، یه چند تا حرکت از این دیدم. البته
من کاراته رو میشناختم، شنیده بودم، ولی نه به این شکلی که بیام برم و وارد. کاری ندارم. به این گفتش که خلاصه زیر پاش نشده، خیلی با مثلا گفتش که من میرم اینجا و باشگاه و فلانی حرف. رفتیم باشگاه آتش نشانی، مال سال 49 بود فکر میکنم. البته من یه اشاره به کچ کردم. من در سال 46 در خیابون قصر دشت اونجا یک زورخونه‌ای بود که دوشک کشتی داشت. از بزرگتون به نام باشگاه شیرافکن میگفتن. از مدیرش هم آقا خسرو بهش میگفتن. البته گوشش سنگین بود که بچه‌ها حالا اون اسم ناشنوارم بهش اضافه میکردن. بعد از بزرگتون من اونجا رفتم یه دفعه باستانی رو ببینم. رفتم باستانی، دیدم اونور باستانی که تموم شد، دیدم اونور یه گده دارن قشنگ میزنن و میپرن و اونایی که تو فیلم‌های فارسی میدیدیم، بعضی فیلم‌ها مثلا یا فیلم‌های خارجی دیده بودیم، میدیم اینا دارن اجرا میکنن. این کشتی کچه. من پرسیدم، بعد یکی دو جلسه رفتم نگاه کردم، خوشم اومد، گفتم رفتم با مربی صحبت کردم، یادش بخیر اسمش قهرمان بود. رفتیم اونجا، خلاصه گفت بیا. من رفتم و جلسه بعد رفتم لباس و یه تیشرت و شلوار، البته شلوار بلند نبودش، با شلوارک رفتیم و خلاصه آقا وایساد و روش مربی اینجا چقدر میتونه مؤثر باشه در این با یکی از بچه‌هایی که بلد بود انداخت و دو سه تا لگد یه جفت پا زد و یه دونه خودش برگشت بریک زد سر جاشو دوباره و گفت اینه. دو سه تا من لگد خوردم، گفت اینه، این کشتی میخوای؟ من یکی دو جلسه رفتم، ولی یکی دو جلسه بیشتر بود، شاید یکی دو ماه رفتم، ولی اون ذهنیت روز اول که برخورد خوب نبود و اومدم، یعنی تو میخواست بگه تو باید توانت بالا باشه، کتک خورت به قول قدیمی ملس باشه. بعد اونجا کچ اینه، میتونی تحمل. البته از یه زاویه خوبه این رو انسان، کسی که به قول معروف تو ذوقش بخوره، بعداً هم ممکنه تو ذوقش بخوره، ولی بعداً 5 سال عمرش رو از دست داده. این حسن رو داره، ولی عیبش اینه که یکی واقعاً دلش میخواد یه مرتبه ممکنه ناخودآگاه نسبت. به هر حال بعد از یکی دو ماه دیگه ولی کار میکردم خودم، تا اینکه توی سال 49 که این دوستم رفتیم باشگاه آتش نشانی، اونجا استاد ماشینچیان بودن، طبقه دوم آتش نشانی، خیابون میدون حسن آباد. اونجا شروع کردم. بعد از یه مدتی من در ضمن این من شنیده بودم که خب استاد سنسی وارسته یه شخصی به نام مثلا استاد وارسته هستش. و بعد اومدیم و عرض بزرگتون باشگاه پهلوی که الان باشگاه سرباز هستش، اون زمان اسمش باشگاه تو وسط پادگان نظامی بود، اونجا سنسی بود. اونجا رفتیم دیدیم. بعد عرض بزرگتون این گذشت تا سال 49 که من سال 50 سال 50 من رفتم دنبال سنسی وارسته توی باشگاه قصر یخ. اون زمان مرحوم استاد استکانچی اونجا کلاس با کمربند فکر میکنم بله سیاه شده بود،
قهوه‌ای بود، قهوه 49 قهوه‌ای بود، سیاه شده بود. از حضورتون اونجا سنسیوار اثر دیدم، یه ماشین پیکان جوانان روزم سوار بود، خیلی بدن پر و خیلی از تیپش خوشم، اون حالت یه جذابیت خاصی داشت. به هر حال رفته بودم که قصر یخ در حقیقت ببینم که چیه. بعد برخورد که دیدم گفت بیا آکادمی کاراته. اون زمان آکادمی کاراته روبروی خیابان فاطمی فعلی اونجا بود، سر کوچه عبدو، یعنی یه تقاطع. الان جوب کشیدن، اون زمان چهارراه فاطمی ولی از چیز بود، ماشین میرن. حالا رفتیم اون سر اونجا بود. اونجا دیگه من ثبت نام رسمی کردم، از باشگاه آتش نشانی در اومدم. البته حالا یه دلایلی داشت که برای خودم خیلی محترم بود، چون اونجا احساسم این بود که مسائل اخلاقی توسط بعضی از ارشدها و مربی رعایت نمیشه. بهم تو آتش نشانی که بودم بهم برخورد. اومدم اینجا این جذابیت دیدم دیگه، وارد از بزرگتون کار شد، جریه کار شده. استاد احسانی از زمانی که وارد این رشته شدید و این رشته رو دنبال کردید کاراته رو، حدوداً با توجه به اشاره‌ای که کردید که سال 49-50 از ورود کاراته در ایران توسط مرحوم استاد وارسته چند سال میگذشت؟ سال 43 بود. 44 در حقیقت. 44. ببینید 1954 سنسی وارسته مراجعه میکنه به ایران از آمریکا، تو سوئیس آمریکا تحصیلاتش کرد. بعد سال 1954 من دستخط خودش رو دارم، بیوگرافیش نوشته برام که دارم، که اینو میدم حتی دستخطش یادگاری بمونه که همه داشته باشه. 1954 که اومد، عرض بزرگتون دیگه از فکر میکنم، چون من اون زمان نبودم، ولی اونجوری که به من گفتن از سال اواخر سال 43 و شاید هم اوایل 44 کاراته از زیرزمین پدرشون با شاگردای چیز شروع کردن، از بزرگتون. و من که بعداً فقط به خاطر این مسائلی که عرض کردم که اونجا یه چیز دیگه دیدم، شخصیت کاراته رو بالاتر دیدم تا اون جاهایی که رزمی رفتم و به همین دلیل جذب شدم. و استاد اولیتون هم استاد ماشینچیان که اشاره فرمودید، بله اینا بله. همه شاگردای استاد وارسته بودن دیگه یا نه اینا همون گفتم یک سری گروه مردمی خودشون. جالب اینه که استاد ماشینچیان اسم سبکش هم کانزن بود. کانزن چی بود؟ سبکی سنسی وارسته ابداع کرده بود درست به نام خودش، ولی ما اونجا به نام کانزن کار میکردیم. ولی کاتای مثلا اولین کاتاش مثلا با کاتای چیز اصلا فرق میکرد. در واقع شاگرد استاد وارسته نبودن؟ خیر نبودن. نه ایشون توی رزمی، توی مثلا یعنی به اون شکل کامل سیستماتیک اونجوری که سنسی وارسته کاراته رو میشناختن و اومدن و در ایران پیاده کردن، نه اونجوری نبود، ولی بسیار قوی، گردن کلوف، خوب. اما از باب شناخت کاراته، مجموعه کاراته به این شکلی که ما میشناسیم، نبودن. استاد احسانی عزیز، اون چیزی که حالا در به اصطلاح تاریخ ما خوندیم نقل قول شده از بزرگانی مثل جنوالی، شیوه ارتقاء درجه و کمربند خیلی متفاوت بود با اون چیزی که در کاراته به هر حال به اصطلاح نسل دوم و نسل سوم کاراته دید و الان هم وجود داره. این که خیلی سخت ارتقا پیدا می‌کردن و اونطوری که باز ما توی این نقل قول‌ها خواندیم و شنیدیم، مثلا 8 سال 9 سال طول می‌کشید که یک فرد بتونه کمربند سیاه رو بگیره، که اولین فردم استاد کاتوزیان بودن.
این تفاوت از کجا ایجاد میشد و آیا در حقیقت اون سبکی بود که استاد وارسا آورده بودن کانزینریو، یا اینکه واقعا در گذشته کاراته به این شکل بود؟ یعنی مثلا بعد با چند نفر مثلا همزمان یه ضوابطی وجود داشت، از جمله مثلا مبارزه همزمان با چند نفر که باید فرد مثلا از این آزمون سربلند بیرون میمد. بیشتر راجع به این تفاوت‌ها برای مخاطبان ما اگر صحبت بکنید. جالبه شما به یه نکات بسیار هم کلیدی هم ارزشمند اشاره میکنید. ببینید کاراته هم مثل کل چیز حیات انسان مسیر تکاملی خودش طی کرد. در گذشته ما نه اینترنت داشتیم، نه به قول معروف یک کتابی اگر پیدا میکردیم نه یک چیزی از نوشته باشه از کاراته کلی به معلوماتمون اضافه میشد. خب مسلما ما دیر یاد میگیریم اصل کاراته رو. پس اون زمان اگر مثلا 7 سال 8 سال 6 سال وقت میذاشتیم تا اینکه مثلا با اینکه تمام پتانسیل رو داشتیم، اون بدن قوی بوده میتونسته، ولی اطلاعاتمون اصلا اون نوع نگرشمون به دنیا به همون رشته‌ای که داریم متفاوت، یعنی ضعیفتر از الان بوده. الان قوی تره برای که همه چی در دسترس ماست. پس اون زمان باید زحمت بیشتر میکشیدیم، وقت بیشتر میذاشتیم. الان وقت کمتر باید بذاریم، چون با 2 تا کلمه میفهمیم که اصلا ماهیت این به ضرر مثلا بدن من اصلا نمیام. اونجا باید میرفتیم کمرمون میشکست تا میفهمیدیم، چون چیزی نبود که اینی که این در همه دنیاست، فقط ایران نیست، همه جا همینطور بوده. یعنی در حقیقت در گذشته باید شما 6 سال 7 سال 8 سال بستگی باز به اون فرد داشت. تفاوت‌های فردی اینجا خیلی تأثیر داره. یه فرد سریع میتونست پیش بره، یه فرد هم نه، اون چیزا نداشت، پتانسیل اون رشته رو نداشت، نه بعد میرفت رشته دیگه تغییر میداد رشتهشو. اینی که در گذشته این بوده. اما بر اساس اون رسمی که وجود داره، عرفی که وجود داره، کاراته 10 تا کیو، 10 تا کلاس داره، 10 تا درجه داره. اومده دانه 1 رو گذاشته وسط، میگه من کیو 10، میگه من 10 کلاس 10 درجه نه 10 تا کلاس 10 تا کیو از مرکز که کاراته است دورم، 9 تا 8 تا 7 تا یکی. حالا شدم کمربند سیاه، حالا دارم میرم بالا، 1 درجه میگیرم، 2 درجه میگیرم، 10 درجه میگیرم. پس در حقیقت کمربند سیاه وسط این 2 تاست. یعنی من باید بیاموزم بیس، پایه، تکنیکا، همه چی، تاکتی، همه چی رو یاد بگیرم تا بشن کمربند سیاه. از حالا تازه من کاراتم شروع میشه. پس هر کیو بوده به نام کیو، هر 3 ماه، یعنی 36 ماه 3 سال باید این میشد. حالا ما مثلا دور بودیم از اصل، یا دیگران تو اروپا، تو نمیدونم هندوستان، تو آفریقا می اومدن مثلا 3 ساله 4 ساله، بستگی به استاد و شاگرد داره. شاگرد چقدر کار بکنه، چقدر استعدادشو داشته باشه، چقدر گیراییشو داشته باشه، استاد چگونه این رو بخواد. بعد یک چیزی که شما مثلا از درجه سرگردی به سرهنگی نمیتونی 6 ماه بری، مگه این یک کار خاصی کرده باشه که بهت اونو جایزه بدن. باید یک زمانی، این زمان مال چیه؟ مال اینکه شما تجربه پیدا بکنید در اون سمتی که گرفتی بتونی اون کارا رو انجام بدی. پس اگر این زمانه ما الان بچه هامون خیلی راحت، خیلی زیبا از بهترین قهرمان‌های جهانمون هم ممکنه تکنیک رو زیباتر بزنن.
و سریع. آیا این میتونه با اون مبارزه داشته باشه؟ نه. چرا باید اون مسیر زمانی رو طی بکنه؟ پس فقط درجه و کیو نیست، هرچی که شما بر اساس حداقلش 3 ماهه. حالا این مال چند دهه قبل بوده، الان اومدن کمترش کردن چون بچه ها استعداد دارن و بر اساس اون و اون مسیر رنگ کمربندها که جالب اینو بدونید، کمر سفید من پاک بودن، هیچی بلد نیستم، صافم پاکم، اومدم که شروع کنم کار میکنید، میشه کمربند اصلی رو دارم میگم، میشه کمربند سبز. یعنی تازه من رستم، رویدم، دارم سبز میشم، قهوه‌ای پخته شدم، سیاه به کاراته رسیدم. یعنی حالا من کاراته ایم. حالا بین اینها برای اینکه تشویق بشه ورزشکار، برای هر کیو یک رنگ انتخاب کردن. این رنگم از روشن به تیره. در بعضی از رشته‌های اوکیناوایی بعد از کمربند سیاه کمربند قرمز هم یا قرمز سفید اومدن تقسیم بندی، هر کدوم مثلا 10 تا خط بزنه، به جای اون خط اومده رنگ کمربند. این در اوکیناوا، در ژاپن نه، نیستش در سیستم کاراته ژاپن، ولی در اوکیناوا این هست، در سبک‌های گوجو، شورین ریو، نمیشین ریو، همه اینا هست. استاد احسانی عزیز، وقتی که آمدید و با مرحوم وارسته در حقیقت در باشگاهشون کاراته رو شروع کردید، باز ما توی تاریخ خواندیم و آگاه شدیم که جناب عالی وقتی که به درجه کمربند سبز رسیدید خودتون به عنوان مربی تدریس کردید. این سیر پیشرفت شما در این حال که تدریس می‌کردید، بعد عضو تیم ملی شدید و توضیح خواهید داد، این رو برای مخاطبان ما میتونه جذاب باشه که تعریف کنید. یعنی یک کاراته‌کار با کمربند سبز در اون زمان با اون سبکی که کاراته وارد ایران شد و اون سختی‌ها و مرارت‌هایی که خیلی به مراتب بیشتر از امروز و تحمل می‌کرد کاراته‌کار تا بتونه ارتقا پیدا بکنه، به چه درجه‌ای می‌رسید که در حقیقت میتونه حتی تدریس هم بکنه، یا اینکه شما این ویژگی رو در شما دیده بودن که این کار رو انجام میده؟ ممنون میشم توضیح. خواهش. عرض بزرگتون ببینید، این هم به زمان ربط داره که در اون زمان تعداد کمربند رنگی ها کم بود. ما یک کلاس داشتیم که من رنگی، یعنی بعد از اینکه شما کیو 5 میگرفتی بعد سبز میشدی تا تو کلاس سنسی وارسته بتونی شرکت بکنی. البته من جز تعداد معدود افرادی بودم که قبل از کمر سبز، یعنی از کیو 4 من تو کلاس کمر رنگی ها بودم و اجازه دادن بهم. یه داستانی هم هست که یکی از اساتید ارشد سنسی وارسته گفت از جلسه دیگه هیچ کس کمربند سفید نباشه توی کلاس و من توی کلاس داشتم کار میکردم. قبل از اون رفتم از سنسی اجازه گرفتم، گفتم اگر اجازه بدی من دیگه نزدیک بگیرم، اونم بالا یا خوشش اومد یا دلش سوخت هر چی گفت باشه بریم. یکی از ارشدا، حالا اسمش محفوظ بمونه، اومد گفت برو بیرون، این کلاس کمر رنگی هست. بعد چرا وایسادی؟ چرا نمیری بیرون؟ ساعت 5 کلاسمون. من گفتم من از سنسی وارسته اجازه گرفتم. من افروخت. گفت ببینم. من دویدم دنبالش رفتم پس. گفت سنسی شما به این اجازه دادین؟ گفت بله.
هیچی دیگه، هیچ وقت ما با هم خوب نشد، نه از طرف من، از طرف اون. اینی که این قضیه اینجوری بود و تفاوت داره. ببینید ما حالا باز اسم نمیارم، ولی یکی از افراد بسیار خوب ارشد که رفت توی یکی از این رشته ها و خدا رحمتش کنه فوتم کرد، این چیزی به نام آموزش نمیدونست، بی‌نظیر بود لگدهاش در دنیا توی اون رشته خود، اصلا یه قولی بود. من خیلی سعی کردم این رو، میدونستم این پتانسیل برجسته شدن داره. یادم بردم شرکتی که کار میکردیم طبقه بالا که بهش برسم بیشتر چیز بکنم، یه شاگرد خصوصی آورد، بردش یک گوشه‌ای شروع کرد گفت این بهش میگم موجود لگد زد توی سر شاگرد خصوصیش که مثلا یه تاجره اومد یه چیزی یاد بگیره. این یکی دیگه نصف اون لگد رو نداشت، نصف اون توان رو نداشت، ولی شاگرد میومد میگفت اینو اینجوری میزنه اینجوری و میفهمه. پس این تفاوت‌های فردی. اینجا من این رو داشتم، یادمه توی آکادمی استاد سلیمی کلاسی داشتند، از بزرگتون من توی اون کلاس حالا غیر از باشگاه تخت جمشید که حالا من رفتم اونجا که اینو خواهم گفت، اونجا می اومد شاگرد از من کیوسه بودم، میرفتم اونایی که تازه اومدن درس خودشون گذاشته بودن، استاد گذاشته بود، بعد سوال میکردم من مثلا این تکنیک شوتو چی میشه، من میدم اینو نمیدونم، اون چیزی سوالی که میکرد بودم یه دقیقه وایسا میدویدم میرفتم اساسی میپرسیدم میمادم میگفتم این میشه. یعنی اصلا برام، یعنی اینی که بتوانم آموزش بدم این توی ذهنم بود، دوست داشتم اونی که میگیرم بر اساس این تفکر، دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما میکاریم تا دیگران. در حقیقت با این علاقه‌ای که داشتم یعنی یاد که میگرفتم دلم میخواست اینو منتقل بکنم. به همین دلیل من از همونجا سبز که شدم، خیلی از سبزها ممکنه در شهرهای مختلف که همه کنار سبز بودن به کلاس بود. من خودم مسئول امور استان‌ها بودم، تو درصدی شاید 30-40% کاراته استان‌ها من خودم پایه اونجا رفتم و اون اشخاص چیز کردم. من کاراته رو حالا صحبت ما کاراته رو توی لرستان تو مرده‌شور خونه شروع کردیم. صبح مرده میشستن، بعد از اونجا کاراته کار میکردم. میرزا علی دولتشاهی که پایه گذارش بود، من رفتم اونجا میدیدم. ما کاراته اینجوری شکل گرفت، قوی شد و محکم شد. حالا عرض کنم که من علاقه داشتم، به همین دلیل رفتم خونم خیابون جیهون پپسیکولا، میرفتم فلکه دوم تهران پارس تو باشگاه حالا اسمش نمیدونم، اون زمان فرهناز بود، اونجا من درس میدادم با کمربند سبز. چقدر راه در اون زمانی که وسیله کم، پول کم برای تاکسی رفتن، با اتوبوس چیکار میکردم. این اون علاقه. همون سال من 52 اونجا داشتم درس میدادم، سن سلیمی اول 53 باشگاه تخت جمشید و مجوزش گرفت. گفت علیرضا بیا اینجا کلاس من کار بکن. من دیگه اونجا رو ول کردم، اومدم باشگاه تخت جمشیدی.